با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمانی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار چهارم. دیهاتی کهنسالی آواز برآورد: آن دختر مانندی اناهید بوده است. شنیده بودم اناهید را در اوستا خداوندی رودها و کیشتها گفتند و او شبیهی زیباترین دختری بوده است. فردوسی گفت: نیاگان ما کن طبعانی خشکیده دماغ نبودند، مردمانی خوش ذوق بودند که زیبایی را دوست می داشته و می پرستیدند. امام شادابی کن طبعانی خشکیده دماغ را کنایه از خود دانسته برافروخت و چین به ابرو آورده قریب داد زده سوی شاعر خطاب کرد: انصاف دهید، آخرین الفاظ. گوینده شعری خوانده ابودلف را در نظر داشت. با این شیوه از زبانی یک نفر رندی هوسباز شایسته می بود و عنوانی زنی که آن رند طالبی موانست و معاشرت باشد با وی گفت. و باز درباره آن که چنین اشعار سبب فساد اخلاق و ضعف ایمان می شود ورساقی خواند. اما این دیگر تماما خلاف ذوق و حلاوتی بود که توده مردم از شعر و از قرائت ابودلف برده بودند. آنها امام خود را به سبب رفتار و کردار ناشایسته او که ذکرش در بالاتر رفت بد می دیدند و اکنون گفتاری او درباره اشعار دلانگیز شاعر در آنها حسیاتی ناخوشی نزدیک به نفرت تولید کرده بود. دیگر به گفتاری او کسی گوش نمی کرد. جماعت پراکنده شد. در کوچه فردوسی با ابودلف و نیسانی پیش می رفتند. از عقیبتر عبدالنبی با چندی از شادابی ها می آمدند. نیسانی مگر باز زبانش خارید که یک باره قاه قاه خندیده با امام شنوانده گفت: رندی هوسباز، موانست و معاشرت، به به، زهی ریا، زهی جهالت. آخوند یک بار دیگرگون شد و مثل کسی که به سرش مشتی به ضربه خورده باشد از چشمانش شراره پرید. غضبش ترکید، قدم نگاه داشت و نیسانی را نشان داده به اطرافیانش بانگ زد: علی، موسی، بزنید این حرامزاده شریر را. آن دو جوانمردی به اسمشان خطاب یافته و باز 2-3 نفری دیگر که ظاهراً خویشاوندان و خدمت پیشگان آخوند بودند به نیسانی حمله آورده او را زدنی شدند. ولی ابودلف فوراً به میان در آمده: دست نگاه دارید، این کس را
خود استاد تنبیه می دهند گویان قصد آنها را مانع گردید. نیسانی فقط 2-3 مشت خورد و گریخته خلاص شد. ولی از شرمساری در نزد استاد گریخته نتوانست. وی آن روز در پیش فردوسی با یک جهتی ناپسند خلقش جلوه کرد. این چه بی‌ادبی بود که شما به خود روا دانستید؟ سرزنش کرد او را شاعر. عیب است. آیا چنین بی‌آدابی و ناخویشتنداری از همچو شما مردی با فضل و دانش شایسته بود؟ شما جز این که به آخوند و شادابی ها درباره خودتان عقیده بد القا کردید، باز مرا هم به خجالت گذاشتید. مگر آنها گمان نمی برند که من شما را به اینجا قصداً با خود آورده ام تا که به زبان شما آخوند را دشنام دهم و تحقیر کنم؟ البته گمان می برند. نیسانی اظهاری پشیمانی کرد. توبه کردم استاد. حماقت آن امام جاهل را دیده طاقت کرده نتوانستم. بریده باد این زبانی من که گویا از قلنفورش ساختند. شما را هم رنجاندم. این بار اول از گناهم گذرید. از این بعد می کوشم که از تند گفتن خودداری کنم. عبدالنبی به منزل خود برگشت. علم زده بود. به تنگ آمده بود. نمی دانست چی کار کند. امام در پیش چشم جماعتی خود شرمنده و بی آبرو شد. اکنون امامتی چی می شود؟ زودتر، هرچی زودتر نزد شیخ ابوالقاسم باید رفت. باید از وی مصلحت پرسید که چی باید کرد. بی دماغ و خیره طبع به حجره شیخ وارد شد. در پایگاه زانو زد. فرصتی سرخم و خاموش نشست. چی واقعه آخوند؟ ابوالقاسم پرسید. چرا غمگین می نمایید؟ حادثه‌ای رخ داد مگر؟ حادثه‌ای تماما خلاف انتظار و خیلی ناخوش. سری حسرت و ندامات جنباند امام و پس آن واقعه را یک به یک نقل کرد که فردوسی در آن واقعه همچون یک شخصی پر ادعای کمخیرت عرضی وجود می نمود. شیخ حکایتی درازی در هم برهمی او را تا آخر خاموشانه گوش کرد و بعد گفت: گناه به فردوسی نیست، گناه به شماست آخوند. کار را سهل انگاشته اید. گفته بودید که به فلسفی و قرمطی بودنی فردوسی دلیل ها دارید. کجاست آن دلیل ها؟ ستایشی سامی زردشتی، وصف خردمندی مهراب، شیفتگی به حسن و جمال دختری او. به به، آخر اینها دلیل نمی شوند و اگر شوند هم دلیل های سستند. فرموده بودیم قصه ها را عمیق مطالعه بکنید، معنای نهانی ابیات را دریابید. دزدی مناره اول باید چاه بکند. با فردوسی در مناظره شدن کاری آسانی نیست. و دانشمندی گذراست، حکیم است. قصه ها را به ما بیارید ببینیم شاعر آنها را برای چی نظم کرده و منظورش چیست. عبدالنبی زال و رودابه، رستم و سهراب و بعضی قصه های دیگر را به ابوالقاسم آورد. شیخ آنقدر به مطالعه آنها شوقمند شد که گشته و برگشته می خواند و باز جویای داستانهای دیگر می شد. به اطرافیانش می گفت:
بزرگ سخنوری است این فردوسی. ولی افسوس که استعدادی خدادادش را به وصف بدکیشان صرف می کند. اگر به وصف نبی و وصی فاطمه زهرا و اولاد ایشان صرف می کرد، حقا که مرتبه پیغمبری می یافت. خراج. نایب پادشاه سامانی در خراسان، واری و سپهسالار ابو علی سیمچوری از پشت حاکمان ولایت‌ها جاسوسانی مخفی گذاشته بود. جاسوسی توسی او خبر رساند که حاکمی توس عبدالقادری مهران به واسطه مصادره‌ها و دیگر هر گونه درآمدهای پنهانی خزینه کلان شخصی گرد آورده است. در وقت رسیدن این خبر، واری ترددی شکار رفتن داشت. لشکریانش سگها، یوزها و بازهای شکاری را به سفر تیار کرده بودند. سپهسالار به جاسوس پنهان داشتن این خبر را فرموده به حاکم فرمان فرستاد که به نخچیرگاهی نزدیک شهری سرخس به نزد او بیاید. بعد از یک هفته مهران با یک چند نفر ملازم خود به سرخس رسید و سپهسالار را در نخچیرگاه پیدا کرده در چادری او حاضر گردید. ابو علی سیمچوری بدون مقدمه به حاکم امر کرد که هرچه زودتر 1000 1,000,000 دیرم به خزینه او سپارد، زیرا گفت او جنگی کلان در پیش است. برای آراستن لشکر، تأمین معاش سپاهیان و تهیه اسباب جنگ سیم و زری بسیار در کار است. فرمان میبرم. اما مهران تعظیم کرد. سخنش بریده شد. چی اما؟ عتاب‌آمیز پرسید ابو علی. 1000 به گفتن آسان است امیرم. از کجا میگیرم؟ از همان جا که هر وقت میگرفتی بگیر. خراج امساله بالکل ستانیده شده بود. آیا بقیه نمانده است؟ بقیه البته هست، ولی کذایی نیست. اگر فرزن ستانیده هم شود، به 4 این 1000 نمی رسد. رعیت هایی که به جهت ناداریشان یا کم حاصلی زراعتشان به پرداختن تمام خراج قادر نبودند، قسمت از خراج ایشان تا سال آینده به قرض ماند. چاره بجوی و پیدا بکن. فرمان را به جا آر. تا پایان ذوالحجه 1000 باید به خزینه برسد. وی دیگر چون و چرای مهران را نشنیده، سخن را کوتاه کرد و خود همان روز او را به راه آمده اش بازگرداند. مهران با شتاب و جدل در بیابان و کوهساران راه می پیمود و فکر می کرد که این 1000 درم را از کجا باید پیدا کرد. سپهسالار درباره سرچشمه های جمع آوری این مبلغ هیچ چیز نگفت. مبادا که از خزینه پنهانی من خبردار شده باشد. چاره بجوی. چگونه چاره؟ مهران هر قدر که فکر می کرد
همان قدر به تنگ می آمد. در سری او حتی خیاری به یگان طرف به پناه یگان دشمنی ابو علی سیمچوری گریختن هم چرخ می زد. جنگی کلان در پیش. با کی؟ بلکه سپهسالار این ترکی پرکیبر و نخوت و جنگره نیتی اسیان داشته باشد بر ضد پادشاه سامانی. این معنی را در خفیه به پادشاه خبر دهم چی شود؟ آنگاه شاید پادشاه او را از منصبش راند و من هم از دادن هزار درم خلاص شوم. ولی خبرکشی من مبادا به سپهسالار معلوم شده ماند چی؟ آنگاه وای بر حالی من. مهران فکری خوفناکی فرار یا به بخارا خبر کشیدن را از سرش دور کرد. تا به توس رسیدن در دلش نقشه جمع آوری سیم و زر را کشید. در دارالحکومه توس پیشکاری خود وکیل ماریات ابو ابراهیم را به بارگاهش طلبیده فرمود: امری سپهسالار است، به زودی هزار درم پیدا بکن. هزار؟ حیران شد وکیل. خاک به سرم، از کجا صاحب؟ از کجا می شد؟ از عشر و دیگر خراج ها. از غله عشری سال رویانده شده بود. بخیه مانده است؟ البته صاحب، اما بخیه را به سال آینده گذرانده بودیم. همین سال طلب کن. از خراج و زکات باز چی ماند؟ زکاتی سباییم، خراجی باغ ها. این را هم به خراجی که اکنون می ستانی ضم کن. وکیل به پیش پایش نگریسته با قیافه درماندگی چند میژه به هم زد و سپس گفت: شور و غوغا می خیزد صاحب. از غوغای رعیت ها می ترسی؟ شور و غوغا عادتی رعیت هاست، اعتبار نباید کرد. برو. ابو ابراهیم وکیل برخلاف حاکم از شور و بلوای اهالی خراج گذار می ترسید. شور و بلوا خیزد، حاکم به آن باز خودی وکیل را گنهگار خواهد کرد. اما از اجرای فرمان چاره نبود. وکیل نه یک بار و دو بار دیده بود که چطور منصبداران با یگان گناهی واقعی یا اکثرا ساخته از طرف حاکم مال و ملکشان مصادره به خودشان به زندان انداخته می شدند. وی به دیوانخانه خود برگشته با همراهی عملداران دیوانش سری حساب و کتاب نشست. اول نامنویسی کشاورزان و اهل قصبه را که با سبب ناداری از پرداختن باج و خراج دولتی عاجز و قرضدار شده مانده بودند از نظر گذراند و حساب کرده دید که اگر قرضها به تمام رویانده شوند هم به نصف مبلغ مطلوب سپهسالار به زور می رسند. وی عشر را که به شرایط زمین نگاه کرده از 10 تا 4 بود 4 3 کرد. خراجی را که از هر 10 رأسی 4 گرفته می شد از هر 7 رأس کرد. خراجی میوه‌زار و تاکزارها را که از هر بیخ 1 درم تا 3 درم بود از 2 تا 4 درم کرد. باز بعضی دیگر منبع‌های باج و خراج را هم یافت. پگاهی فرمانی موافق به امضای حاکم پیشنهاد شد. حاکم که از بزم و میگساری شبانه صبوحی کرده نشسته بود فرمان را نخوانده امضا کرد. روزی دیگر عاملان خراج نامنویس خراج گزاران را به دست گرفته هر یکی
با مشایعتی 2-3 نوکری شمشیر و تازیانه‌دار سوی دهکده‌ها و عده‌ای به خانه و دکان‌های کاسبان شهر شتافتند. آنها میبایست به خراجگزاران میگفتند که این سپهسالار خراسان را جنگی در پیش است و تا حاصلی نو برای زندگانی خانواده او کمی می کرد، او در فکر آن بود که از بقیه چاربا یک قسمش را فروخته به پول آن غله خرد. اکنون این خراج فوق العاده یغماگرانه را از کجا و چگونه باید برآورد؟ شاعر در پریشان حالی افتاده از کار باز ماند. در نماز پیشین به مسجد رفته جماعتی پرغوغایی را دید. همان روز به خانه های همدیهگیان او هم مثل بلای ناگهانی و قضای آسمانی عامل خراج در آمده بوده است. در جماعت مشورت کرده قرار دادند که از جانب اهالی یک چند نفر معتبران به دادخواهی نزد حاکم بروند. با همراهی 6 نفر موی سفید، فردوسی نیز 7م شده به طوس رفت. در پیش دروازه قلعه 50-60 نفر دادخواهانی از اطراف آمده منتظر قبول حاکم بودند. بعد از خیلی انتظاری ملازمی درگاه برآمده گفت که مضمون عرض آنها به حاکم معلوم و او حالا چگونه قانی گردانیدن التماسشان را ملاحظه کرده ایستاده است. همه اشان بیروند و خاطر جمع باشند که عرضشان بی عاقبت نمی ماند. لیکن عاقبت چنین شد که عاملان در ستانیدن خراج فشار و تعدی را زورتر کردن گرفتند. تهدیدی حبس و بند و حتی تختچه زنجیربند آویختن به گردن قرضداران پیدا شد.
در خانه شاعر فاطمه فروشی زیورهای خودش یادگاری ایام جوانی و عروسیش را تکلیف کرد. شاعر راضی نشد. فقط 2 علاج مانده بود: زمین فروختن یا به گروی زمین از سودخور قرض برداشتن. سودخوران که به همین گونه احوال غلطیدن مردمان را از خدا می طلبیدند با سودی 3% تا 5% قرض می دادند. بعضی خراجگزاران از ناچاری به قرض برداشتن از سودخوران راضی و بعضی به فروشی زمین و باغ و راغ خود مجبور شده بودند. فردوسی باشد از افتادن به چنگ سودخوران می ترسید. در خانه زنی گریانش را تسلی داده می گفت: عزیزم، مهربانم، من نمی گویم که هیچ غم مخور، زیرا این جهان غمخانه است، از وی بیرون شدن نمی توان. من می گویم سخت غم مخور و به دلت گرانی میار. می گذرد. هر یک باری آدمی عاقبت از دوش می افتد. در پایان تکاپوی چاره‌جویی ها وی دانست که غیر از فروشی زمین چاره نیست. 5-6 جریب زمینی کارمش را قطعه از هر جا به فروش ماند. از خودی باش و 2-3 دیهه همسایه خریداران برآمدند، اما چون زمین ها چندان حاصل خیز نبودند، بهای یک جریب از 400 درم بالا نرفت. فروشگار باشد امیدی 500 درمی داشت. وی روزها در جستجوی خریداران نو آواره می بود. شبها به نظم داستان می نشست و با خاطری مشوش بیتی چند می نوشت، اما سحر آن بیتها به نظرش سست می نمودند. وی با نیتی اینکه شب آینده سخنانی بهتر و رنگینتری خواهد یافت برخاسته از نو به جستجوی خریدارانی زمین می شتافت. اما خریدارانی نو هم بهای مطلوب را نمی دادند. یگانه راهی در پیش مانده راهی خانه سودخور بود. سوار شده راه شهر را پیش گرفت. شما گفتار 4 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیده. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.